های گایز، چطورین؟ فیلم امروز با زندگی یه دختر سرخوش به نام شر شروع میشه که با پدرش زندگی میکنه. اون مادرش رو تو بچگی از دست داده. این دختر ما همون جور که میبینین خیلی جذاب، خوشپوش و لپ کلام جز دافای دهه 70 اون ور آب محسوب میشه. صبح باباش بهش میگه که پسر همسر قبلیش یعنی برادر خوندش قراره برای تعطیلات بیاد و با اونا زندگی کنه. هر روز صبح شری خانم با بهترین دوستش یعنی دیون میرفته مدرسه و اونم مثل شر یه بچه پولدار بود. سر کلاسم که هیچکی به فکر درس و مدرسه نبود، سرشون گرم گوشی و کارهای چرت و پرت دیگه بود. شرم که رفته بود کنفرانس بده و درس جواب بده، انگار داره گل لگد میکنه واسه اونا. دیگه مایه داری همینه، پشتشون به پول ددی جونشون گرمه. معلمه ولی همچنان از شر سوال میپرسه و دخترم مثل اسمش جوابای سوالای معلمشونو شروور تفت میده بهش تا زنگشون میخوره و میرن خونه هاشون به ادامه چیز کلک بازیاشون برسن. شر میبینه جاش برادر خوندهش اومده خونه، یکم با هم دیگه صحبت میکنن و جاش در مورد مدرسهش میپرسه. شرم میگه من تو درس 0 ولی خرج کردن پولای ددی جون و خرید کردن و خوب بلدم. پدرش اونا رو برای نهار صدا میزنه و از نمره‌های شر میپرسه. اونم خیلی سوسکیوار میپیچونه که هنوز نمره‌ای ندادن بهشون، ولی خب گند بزرگی زده بود به نمره‌اش. صحنه بعد شر داره سر نمره‌اش با معلمش چک و چونه میزنه که چند نمره بهش اضافه کنن، ولی قبول نمیکنه. شر و دیون در حال خرید کردن بودن که ذهنشون بیشتر باز بشه و به این نتیجه میرسن تو همون حین که باید معلم ترشیده‌شونو با خانم گایز اون معلم دیگه‌شون آشنا کنن تا بلکه فشار از یه جاهایش برداشته بشه تا اینقدر به بچه‌ها نمره‌های نده. شری انداز براندازی میکنه که واقعا این دوتا در و تختن و به هم میان، ولی هیچ کی فکرش هم نمیکنه که شر بتونه این دوتا رو با هم سر قرار ببره، ولی اون بعد از کلی نقشه کشیدن موفق میشه مخ هر دوتاشون رو بزنه و اونا با هم برن سر دیت. همه بچه ها هم فکشون از این کار میافته و به افتخار شر اون کف قشنگه رو میزنن. رفقا شما هم به افتخار شر اون لایک قشنگه رو بکوب تا بریم ادامه فیلم. یه روز سر کلاس ورزش یه دختر مو قرمزی که خیلی بی‌اعتماد به نفس و خجالتی هم بود به مدرسه‌شون اضافه میشه. شر که یه دختر خوشقلب بود این دختر مو قرمزی رو به جمع دوستاش معرفی میکنه تا بتونه با بقیه دوست بشه و احساس غربت نکنه. شر و دیون در مورد مدرسه و بچهای مدرسه بهش میگن تا بیشتر با اونا آشنایی پیدا کنه. شر تای رو دعوت میکنه، همون دختر مو قرمزی، به خونش تا برای یه پارتی آماده بشه. اول از همه میان اون موهای قرمزش رو رنگ میکنن که از اون حالت در بیاد. بعدم میرن تو کار میکاپ این دختر تا تبدیلش کنن به یک هلوی به پرتوگلو. جاش هم همون موقع میاد و شر میره پیش جاش، کمی با هم دیگه صحبت میکنن و میگه اون دوست تازه وارد ماست خیلی خجالتی و میخواد کمکش کنه. جاش ولی خب به حرفاش گوش نمیداده چون اصلا براش مهم نبوده. روز بعد شر که داره از تای و بقیه بچه‌ها عکس یادگاری میگیره، التون هم میاد پیش شر. این پسرم از دوستای شره و از اون خرپولای معروف مدرسه شونه که شر قبلا به تای گفته بود سعی کن مخ اینو بزنی که خیلی پسر باحالیه. دخترم خیلی خجالت میکشه ولی التون توی عکس بغلش میکنه و عکس میگیرن و تای خانومم کلی خرکیف میشه و تو باسن مبارکش عروسی برپا میشه. شبم همگی راهی مهمونی میشن. این به شرم کلی تلاش میکنه تا تای رو به التون بچسبونه. فکر کنم ایشون تو زندگی قبلیش خاله ماله چیزی بوده، کلا دست به جور کردنش خوبه. اول معلماشون حالا هم این بدبخت، ولی این دفعه تیرش به سنگ میخوره به خاطر اینکه التون که البته در واقعیت التون کوچولو هیچ توجهی به تای نداشته. دیون و مورای با هم دیگه دعوا میافتن و جر و بحث میکنن چون مورای موهاشو از ته زده بود و شده بود کچل تاس. بعد پارتی هم همه در حال تگری زدن و مست و پاتیل و شر هم برمیگرده به خونه. آلتون میگه من تو رو میرسونمت خونه و همینجا مشخصه که ایشون یعنی آلتون روی شر کراش داره. یه جا سعی میکنه نگه داره و شر رو ببوسه، اما شر عصبانی میشه و از ماشین میره بیرون و با جاش که میخواسته تماس بگیره یه دزد میاد سمتش و ازش دزدی میکنه و هرچی داره و نداره رو میگیره. شر هم از تلفن عمومی به جاش زنگ میزنه که بیاد دنبالش. شر دقیقاً جاش
جاشو از بغل گرم و نرم دوست دخترش میکشه بیرون و دختره با کلی فوش که بدرقه راه شعر میکنه جاشو ول میکنه بره. شعر تو مدرسه همه چیزو به تای میگه که التون حول و روی خودش کراش زده. تای هم ناراحت میشه. شعر بهش میگه حالا یه پسر دیگه برات پیدا میکنیم، چیزی که زیاد پسر. یه پسر دیگه هم به کلاسشون به نام کریستیان اضافه میشه که ظاهرا شعر از کریستیان خوشش اومده و روی اون کراش زده. بعد از یه مدت انگاری که کریستیان هم از شعر خوشش میاد و براش جذاب بوده این دختر و این دوتا به هم نزدیک و نزدیکتر میشن. کریستیان از شعر میخواد به یه پارتی باهاش بره و شعر هم قبول میکنه. با یه لباس خوشگل مشکل میره به پارتی. کریستیان میاد خونه دنبالش. جاش هم محو دید زدن شعر میشه و البته حسادت میکنه از اینکه قراره با کریستیان به مهمونی بره و همینجا مشخص میشه که این یکی از نشونه‌های عاشق شدن جناب جاش خان میباشد. تای هم تو اون مهمونی بود. داره میاد پیش اینا که چنان با باسن مبارک میفته از روی پله ها که دیگه خلاصه این باسن دیگه باسن سابق نمیشه. شعر میره پیش تای و با اون میمونه. جاش هم پدر بزرگوار رو میپیچونه و میره به پارتی. اونجا یه کمی با تای میرقصه. مهمونی تموم میشه و تو صحنه بعد بابای شعر خونه نیست و شعر فرصت رو مغتنم میشماره و به کریستیان زنگ میزنه که پاشو بیا خونه ما و شب رو با من بگذرون. شعر بیچاره هم دچار سندروم جوش بد موقع میشه که دوستش دیون به داد اون میرسه و سعی میکنه با یه میکاپ خیلی عالی تمام اون جوشا رو بپوشونه و بعدم شعر یه لباس قرمز شب جمعه‌ای میپوشه که حسابی دلبری کنه برای کریستیان. میرن روی تخت فیلم میبینن که شعرم کلی کرم میریزه به کریستیان بلکه برسن به مراسمات شب جمعه‌ای و بتونن یک دعایی با هم بخونن، ولی کریستیان دریغ از حتی یک بوسیدن ساده هیچ کاری نمیکنه. صبح ماجرا رو برای دوستاش تعریف میکنه. مورا کلی میخنده و میگه حاجی اشتباه زدی، اگه من بودم حتما یه اتفاقایی میافتاد بین من و کریستیان. اون همجنسگرایه و ابوالکلونش فقط برای پسرا مثل علم یزید از جاش بلند میشه. دخترا رو ببینه اونی هم که هست کوچیک‌تر میشه. بعد این ماجرا شعر تصمیم میگیره که با کریستیان دوست معمولی بمونه ولی دنبال یه دوست پسرم برای خودش بگرده. توی فروشگاه دوباره دوست دست با چلفتیش تای رو میبینه که دو نفر دارن باهاش شوخی خرکی میکنن و میخوان پرتش کنن پایین. کریستیان میره کمکش میکنه و از فردا تای میشه کانون توجه بچه‌های مدرسه و دیگه هم از اون حالت خجالتی بودنش در میاد. تو صحنه بعدی شعر میبینین که امتحان رانندگی داره اما توی آزمونش قبول نمیشه. حالا این همه مدت با ماشین میرفته مدرسه چجوری؟ الله اعلم. اعصابش به هم میریزه و به جون لباساش میافته. بعدم میاد پایین میبینه که تای خونهشون اومده و با جاش داره صحبت میکنه. تای با شری میان داخل خونه و بهش میگه که به من کمک کن تا مخ برادر خوندت رو بزنم. شعر که خودش از جاش خوشش اومده بود اما خبر نداشت هنوز، به تای میگه که این اصلا ایده خوبی نیست و شما دوتا اصلا به درد هم نمیخورین و سعی میکنه که تای رو از ماجرا بپیچونه و تای هم سر همین ماجرا باهاش بحث میکنه و اونو مسخره میکنه که تو اصلا حتی توی امتحان رانندگیت هم قبول نشدی و بهش مطلق میندازه که تو با کسی هم نتونستی بری وارد رابطه بشی و از اونجا با هم دیگه قهر میکنن. شری میره پیاده روی و شروع میکنه به فکر کردن و اونجاست که متوجه میشه که به جاش علاقه من شده و میفهمه که بله عشقش برادر خوندشه. پس اولش سعی میکنه حواس خودش رو پرت کنه با کارهای دیگه ولی خب اینجوری حواس جاش بیشتر به اون پرت میشه. مثلا یکی از کاراش اینه که میره توی خیریه و اونجا تراویس هم البته بوده و کلی وسایل میاره برای امور خیریهشون و از اونجا به بعد دیگه شعر اونو به عنوان یه دستبا چلفتی و خنگ نمیبینه. تو صحنه بعد میرن به یک مراسم. تای رو میبینه. دختره میاد پیش شعر رو بهش میگه که تو دوست خوب منی و منو ببخش و اونا هم با هم دیگه دوباره دوست میشن و ماجرا رو فراموش میکنن و آشتی میکنن. توی صحنه بعد جاش و شعر داشتن به حسابدار باباشون کمک میکردن اما شعر یه گند بزرگی میزنه و حسابدار با اون دعوا میکنه و میگه مگه بچه بازیه که به هیچ چیزی اهمیت نمیدیم. جاش هم هواداری اونو میکنه و شعرم گریه کنان روی پله ها میشینه. جاش میره اونو
دلداری میده و همونجا بهش میگه که دوستش داره و شرم اعتراف میکنه که اونم علاقمند شده بهش و همونجا همدیگه رو میبوسن. تو صحنه بعدم عروسی داریم، اونم چه عروسی، ازدواج معلماشون با همدیگه. از اون به بعد همه نمره‌های بچه‌ها رو خوب میداده. ظاهرا بنده خدا با چیزش نمره میداده به بچه‌های مردم که همیشه بی‌عصاب بوده. همه بچه‌های کلاسشون هم به اون مراسم دعوت بودن. نتیجه اخلاقی پایانیمون برای معلمای سینگلتون، اگر بهتون نمره کم میده رل پیدا کنین. رفقا لایک و سابسکرایب یادتون نره. ماچ به همتون.